بررسی وجود متن در استرینگ ها به چه صورت هستش؟ اگر ما یک اینفو داشته باشیم که برابر باشه با my name is ایلیا، اگر بخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا is در داخل این استرینگ وجود داره یا نداره، باید از عملگر عضویت استفاده کنیم. میگیم پرینت کن اون عبارت مد نظر این اسم متغیر. به این صورت آیا is درون اینفو وجود داره یا نداره؟ میگه true، بله وجود داره. حالا اگر بخوایم عدم عضویت رو بررسی کنیم از not in استفاده میکنیم، چون is وجود داره به من میگه false. بعدی چی میگه؟ بعدی طول رشته هستش، یعنی ما بیایم طول استرینگ رو بررسی کنیم، یعنی تعداد کاراکترهای یک استرینگ رو بیایم و بررسی کنیم. به چه صورت هستش؟ مثلا من اگر بخوام بیام طول این استرینگ رو بررسی کنم از دستور len استفاده میکنم. میگم پرینت کن len اینفو رو، تعداد کاراکترهای اینفو رو به من نمایش میده. اگر من اجرا کنم به من میگه 16 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بله 16 تا کاراکتر هستش. تعداد کاراکترهای یک استرینگ رو که بهش میگیم طول اون رشته یا استرینگ با لن مشخص میکنیم. اما برای اینکه بررسی کنیم ببینیم آیا رشته ها یا استرینگ ها ایمیوتبل هستن یا نه، چی؟ ببینید ایمیوتبل بیاد بررسی میکنه ببینید آیا یک حالا متغیر تغییر پذیر هست یا نه. اگر من بیام اینجا و مثلا بگم که برای من پرینت کن اینفو مثلا ایندکس شماره 5 رو، اگر من اجرا کنم به من میگه ام، یعنی این ام رو برمیگردونه. حالا میتونم این ام رو تغییر بدم؟ آیا میتونم ام رو تغییر بدم؟ به چه صورت؟ بیام بگم که آقا ایندکس شماره 5 از اینفو برابر بشه با مثلا 2 تا اس یا برابر بشه با اس، با یه دونه اس. آیا میتونم کار انجام بدم؟ اگر اجرا کنم به من ارور میده. ارور چی میده؟ ارور تایپ ارور میده. میگه که من نمیتونم بیام اینجا ایندکس شماره 5 اینفو که ام هست رو برابر با اس قرار بدم. پس این قضیه ایمیوتبل که به معنای تغییر پذیر هست رو نقض میکنه. یعنی چی؟ یعنی این تغییر پذیر نیست. رشته ها در داخل پایتون تغییر پذیر نیستند. نمیتونیم بیایم عضوی در داخلشون رو تغییر بدیم. آیا میتونیم بیایم مثلا بگیم اینفو برابر باشه با مثلا علی؟ اگر من اجرا کنم به من هیچ اروری نمیده، هیچ مشکلی نداره، به خاطری که ما یک متغیر جدیدی داریم تعریف میکنیم و یک مقدار جدیدی داریم بهش میدیم. اما اگر بخوام از متغیر قبلی بیام و مثلا بگم ایندکس 5 رو تبدیل بکن به علی، این دیگه به من ارور میده و ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم. اتصال رشته ها رو داریم که مثلا مبحث خیلی ساده هستش. من میام پرینت میذارم، میگم علی. اگر بخوام علی رو مثلا به مثلا نجفی وصل بکنم میام از چه استفاده میکنم؟ از علامت جمع استفاده میکنم، از عملگر جمع استفاده میکنم. اجرا کنم علی به نجفی وصل میشه. یا میتونم بیام کاما بذارم. اگر کاما هم بذارم باز هم به همین صورت به من نمایش میده، ولی خب یه دونه اینجا فاصله میذاره بینش. تکرار رشته ها رو داریم که با استفاده از عملگر ضرب من میتونم بیام بگم علی ضرب در مثلا 5. اگر اجرا کنم 5 بار از روی علی به من نمایش میده. پس اگر من بیام اینجا علی مثلا به علاوه مثلا نجفی بذارم و اجرا کنم، این دوتا به هم میچسبن. اگر بیام اینو پاک بکنم به جاش ضرب بذارم و مثلا 6 بذارم، 6 بار از روی اون استرینگ چاپ میکنه و به من نمایش میده. اما قالب بندی رشته ها رو داریم که یک مبحث خیلی مهم هستش در بحث استرینگ ها که 3 تا روش داره. یک روش قدیمی نوشتم، متد فرمت و روش اف استرینگ، که روشی که ما الان باید یاد بگیریم و ادامه بدیم باش روش اف استرینگ هستش بچه‌ها. روش قدیمی که از درصد استفاده می‌شد یا از متد فرمت، اینا منسوخ شدن و ما باید از اف استرینگ ها استفاده کنیم. اما یعنی چی قالب بندی رشته؟ ببینید تصور کنید مثلا اینجا یه دونه اینفو دارید که مثلا برابر هستش با مثلا name، یا مثلا بذارم که my name یا مثلا میذارم hello. ببینید hello مثلا علی، سلام علی. تصور کنید برنامه پایتونی شما میخواد اسم
اون فرد یا شخص رو بگیره و اینجا نمایش بده، بگه هلو علی، هلو رضا، هلو احمد. خب پس قراره بخشی از این استرینگ چی بشه؟ تغییر کنه. ما در مثال قبل گفتیم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، نمیتونیم بیایم بگیم ایندکس مثلا 7 و 8 رو بیا تغییر بده، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی تغییر پذیر نیستن. پس باید از یک روش جدید استفاده کنیم که بهش میگیم قالب بندی متن‌ها. برای تغییر دادن کاراکترهای درون رشته استفاده میشه. مثلا اینجا هلو علیه، من میخوام بعدها از همین اینفو هلو علی رو تبدیل بکنم به هلو رضا، تبدیلش بکنم به هلو احمد، تبدیلش بکنم به هلو ایلیا. برای این کار از قاعده قالب بندی رشته استفاده میکنیم که این قاعده 3 تا روش داره. روش اولش استفاده از درصد، روش دومش متد فرمت، روش سومش که جدیدتره و الزامیه که شما از این روش برید جلو روش اف استرینگ هستش. من اگر بخوام بیام اینجا و روش قدیمی رو به شما نمایش بدم، ببین اینجا دقت داشته باشید یه دونه نیم داریم. البته کجا رفت؟ یه دونه نیم داریم. چرا اینجوری میشه؟ یه دونه نیم داریم که حالا نوشته اریک و یه دونه ایج داریم که نوشته 74. یه دونه رشته برای ما درست کرده که نوشته هلو، بعد اینجا درصد اس گذاشته نوشته یو آر، دوباره درصد اس، بعد اومده اینجا درصد گذاشته نیم و حالا ایج رو بهش داده. اگر من همین رو بخوام در داخل پایتون به شما نمایش بدم به این صورت میشه. حالا اینو پاک میکنیم، یه دونه نیم داریم، یه دونه ایج داریم. حالا اینو میگم بیا برای ما پرینتش کن. اگر من پرینت کنم ببینید نیم میاد میشینه اینجا، ایج هم میاد میشینه اینجا. اگر من اجرا کنم به من میگه هلو اریک یو آر 74، در صورتی که در داخل رشته من اینا چی بودن؟ متغیر بودن. حالا این روش قدیمیه، نمیخوام زیاد ذهنتون رو حالا باش مشغول کنم. یا اگر بخوام از فرمت ها استفاده کنیم میایم اینجا اینو مینویسیم، این رشته رو آکولات باز و بسته میکنیم، دات فرمت میذاریم، نیم و ایج میذاریم. زیاد نمیخوام با اینو کار بکنم تا شما فقط روش اف استرینگ یادتون بمونه، یعنی روش سوم. بریم روش سوم با هم کار بکنیم. تصور کنید که یه دونه اینفو داریم برابر هستش با my name is ایلیا. اوکی، و اینو میگم پرینتش کن برای من، میگم پرینت کن برای من اینفو رو برای من پرینت کن. اگر اجرا کنم به من میگه my name is ایلیا. حالا اگر بخوام بیام و از روش اف استرینگ استفاده کنم، میام یه دونه اف میذارم اینجا، اینو پاک میکنم و علامت آکولات میذارم و اینجا میام یه دونه مثلا به اسم نیم میسازم و اینجا ایلیا رو قرار میدم، میام میگم اینجا نیم، حالا اجرا کن. اگر اجرا کنم به من دوباره my name is ایلیا رو برمیگردم. من یک مثال دیگه برای اف استرینگ ها بزنم. اگر ما یک اینفو داشته باشیم my name is ایلیا باشه، بخوایم مقدار یا یک عبارت داخل استرینگ ها رو تغییر بدیم، مثلا من اینجا میخوام ایلیا رو بکنم علی، بکنم بهزاد، بکنم حسن. اگر بخوایم این ایلیا این کلمه رو تغییر بدیم، از قاعده های قالب بندی متن استفاده میکنیم. 3 تا بودن، اولی دومی رو یاد نگرفتید، عیبی نداره چون دارن منسوخ میشن. اولی که منسوخ شده حالا ممکنه با فرمت کار بشه، ولی الان بیشتر با قاعده اف استرینگ کار میشه و این قاعده الزامی که شما بلدش باشید. من میام یک نیم تعریف میکنم، اینجا هر اسمی که بخوام بهش میدم. حالا میام اینجا میگم f، اینو پاک میکنم، آکولات باز و بسته و ببینید متغیر نیم رو بهش میدم، میشناسه. حالا من توی متغیر نیمم هر مقداری داشته باشم میاد میذارش اینجا. اگر من پرینت کنم میگم اینفو رو برای من پرینت کن و اجرا کنم، ببین به من میگه my name is علی. اینجا بذارم حسن، اجرا کنم میگه my name is حسن. اینجا بذارم مثلا امیر، اجرا کنم به من میگه my name is امیر. همین سادگی. پس اف استرینگ ها به این صورت هستن. میتونم نامبر بذارم، مثلا بیام بذارم نام برابرش با 67، اینجا بذارم نام، اینجا بذارم نام، اجرا کنم، اینجا بذارم نام، اجرا کنم به من میگه my name is 67 مثلا. پس این شد قاعده اف استرینگ ها در داخل پایتون که به عنوان قالب بندی رشته ها شناخته میشد. ما مهمترین متد های رشته رو داریم. اما متد چی هستش بچه‌ها؟ متد دستوراتی هستند در داخل پایتون که یک کاری واسه شون تعریف شده، کلمات مشخصی هستند که این دستورات داخل پایتون یک سری عملیات ها رو روی اطلاعات پیاده سازی میکنن. مثلا من یکی نمیدارم برابر هستش با ایلیا، درسته؟ برابر هستش با ایلیا. من میخوام بیام چیکار کنم؟ میخوام بیام این ایلیا یک عملیاتی روش پیاده سازی کنم به اسم آپر
که میاد تک تک حروف رو بزرگ میکنه. الان این یک متد هستش، دات میذاریم بعد از متغیر و اسم متد رو مینویسیم پرانتز باز بسته. اگر اجرا کنم تک تک حروف این استرینگ رو بزرگ کرده. یه بار دیگه اجرا میکنم، حروف رو بزرگ کرده. حالا اگر من حروف بزرگی داشته باشم بخوام کوچیکش کنم، از لوور استفاده میکنم. دومین متدی که الان دارم به شما درس میدم، اولیش آپر، دومیش لووره. لوور کاراکترها رو کوچیک میکنه، آپر بزرگ میکنه. همین سادگی. پس به اینا میگیم متد. یک عملیاتی روی داده پیاده سازی میکنن. یک متد کپیتالایز داریم. این مقدار زیاد کنم، ایلیا رفیان مثلا ایران، مثلا چی بگم، مثلا تهران. اگر من کپیتالایز بذارم، پرانتز باز بسته‌ش هم بذارم، اجرا کنم، میبینید این جمله که نوشتم حرف اول رو چیکار کرده؟ حرف اول رو آورده بزرگ کرده. اما متدی هست مثل تایتل که اگر من متد تایتل رو اجرا کنم، میاد تک تک کلمات رو شناسایی میکنه، حرف اول رو چیکار میکنه؟ بزرگ میکنه. پس ببینید ما متد هایی داریم در داخل پایتون. این متد ها هر کدومشون یه سری کارهای انجام میدن. متد ها تعدادشون زیاده و ما باید مهمترین های اونا رو یاد بگیریم تا بتونیم ازشون استفاده کنیم. مثلا مثل متد آپر، متد لوور، متد تایتل، کپیتالایز. حالا این دو تا هم داخل WT اسکول بهتون میگم. مثلا این متد داریم واسه حذف فاصله ها، متد داریم واسه جایگزین کردن متن ها، متد داریم واسه فایند کردن، جستجو کردن، متد داریم واسه شمارش، متد داریم واسه شروع و پایان رشته. به همین صورت متدها اینجوریه. مثلا متد ریپلیس رو با هم کار بکنیم. ببینید اگر من مثلا بخوام بیام ایران رو یا مثلا تهران رو تغییر بدم، به چه صورت؟ بیام بگم که name.replace. حالا ریپلیسی که داریم چی و با چی میخوای ریپلیس کنی؟ ببین داره میگه اولده رو بده، قدیمی رو بده با جدید. مثلا قدیمی ایرانه، خب قدیمی تهرانه. دومی چیه؟ دومی مثلا شیراز. میخوام آقا شیراز بیاد بشینه جای تهران. حالا من اگر اجرا کنم به من میگه که ایلیا رفیان ایران شیراز. به همین صورت. پس این عبارتی که ما داریم رو با استفاده از ریپلیس میتونیم جایگذاری کنیم. قبلی رو مینویسیم که تهرانه، باید باشه ها. مثلا من اگر ای رو پاک کنم 100% به من ارور میده یا ارور نمیده. حالا خوبه که ارور نمیده. اگر ارور نده همون رو اجرا میکنه. یه سری از متد ها هستند در داخل پایتون که اگر اجرا نشن ارور نمیدن، بعضی حتما به شما ارور میدن. مثلا تفاوتی هست بین پاپ و ریموو و حالا اینا رو بررسی میکنیم داخل لیستا. اینجا اگر به ما ارور نداد ممکنه کارمون رو انجام نده دیگه. مثلا اینجا الان تهران سر جاشه، شیراز رو واسه ما نمایش نداده، پس باید بگرده پیدا کنه و در نتیجه بیاد کلمه رو جابجا کنه. به همین صورت مثلا ما جستجو رو داریم که میایم از متد فایند استفاده میکنیم واسه جستجو. میگه که یه دونه استیار به من بده. مثلا من ایران رو بهش میدم. اگر من اجرا کنم به من میگه 15 چیه؟ 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. پس 15 میشه ایندکس اولین کاراکترش. میگه آقا از کاراکتر 15 من اون پیدا کردم، از کاراکتری که با ایندکس 15 هست شروع شده. حالا برو بگرد ببین تا کجا ادامه داره. مثلا فایند رو داریم، شمارش رو داریم که ایندکس. من اگر بیام اینجا بهش ایندکس بدم و اینجا به من میگه که دوباره به من یک استیار بده، من یک استیار بهش میدم، اجرا میکنم، به من میگه باز میگه 15. میگه آقا برو بگرد ایندکس شماره 15 رو پیدا کن. من ایندکسم از ایندکس شماره 15 شروع میشه. شروع و پایان رشته رو داریم، میاد بررسی کنه ببینه آیا start with، آیا شروع شده با کاراکتر آی، آیا با کاراکتر آی شروع شده، اجرا میکنه میگه true. آیا با کاراکتر A شروع شده؟ نه، با کاراکتر A این عبارت شروع نشده، به ما میگه false. پس start with چک میکنه با کدوم کاراکتر شروع شده. و end with رو داریم که من اینجا میام مثلا بهش کاراکتر n رو میدم، میگم آیا با کاراکتر n به پایان رسیده؟ میگه بله. حالا اگر اینجا اسپیس بذارم چی؟ دوباره اجرا کنم چی؟ به من میگه فالس، چون با کاراکتر اسپیس به پایان رسیده. اگر من پاک بکنم دوباره اجرا بکنم به من میگه true. یعنی میاد بررسی کنه ببینه با کدوم کاراکتر به پایان رسیده. ما تقسیم رشته رو داریم با متد اسپلیت انجام میشه که خیلی کاربردیه. ببینید ما اگر اسپلیت رو بنویسیم اینجا میگیم میخوایم با چی جداش کنیم. من یه دونه اسپیس میذارم تا شما کارشو ببینید. اگر اجرا کنم ببینید اوورده تک تک این کلمات رو
جدا کرده، حالا ریختش داخل لیست ها. شما با لیست ها آشنایت دارید که چند تا مقدار رو دریافت میکنن، ولی حالا قرار در جلسه بعدی با لیست کار بکنیم. ببینید اسپلیت میاد بررسی میکنه، میگه آقا یک کاراکتر به من بده، من با توجه به این کاراکتر قبلی و بعدی رو جدا میکنم. الان من بهش کاراکتر اسپیس میدم، میاد بررسی میکنه، میبینه اینجا یک اسپیس داریم، پس عبارات قبل رو جدا میکنه و عبارات جدید رو هم جدا میکنه. هر کجا اسپیس هست میاد اون رشته رو تیکه تیکه میکنه. اگر من بهش آی بدم، اگر کاراکتر آی بدم، ببین اول میگه که خب هیچ، اول اینو جدا میکنه، بعد ال رو جدا میکنه چون بین داخل آی هستش، خود آی ها رو هم نمایش نمیده. این عبارت رو شناسایی میکنه که بین دوتا آی هستش، درسته؟ پس میاد با استفاده از کاراکتری که ما بهش میدیم رشته رو برای ما تیکه تیکه میکنه و اینو جدا سازی میکنه. بچه علاوه بر چیزایی که من به شما درس دادم، حالا ترجیح میدم بقیه مباحث رو بذارم و داخل پروژه به شما درس بدم، چون قراره ما پروژه هایی بزنیم و سایر متد ها رو من میخوام داخل پروژه با شما درس بدم که حالا حجم این مطالب تدریسی راجع به رشته ها زیاد نشه. اما بریم داخل سایت W3 School. در داخل سایت W3 School ما یک بخش استرینگ داریم که حالا اومده دقیقاً سرفصل‌ها رو واسه ما مشخص کرده. میتونید این بخش‌ها رو مطالعه بکنید و باز کار بکنید. مثلا اسلایسینگ رو ما کار کردیم، بخش استرینگ ها رو کار کردیم، با آپر کار کردیم، لوور کار کردیم. مثلا اگه بیاد بخش استرینگ متدز، باز اینجا آورده متدهای مهم لیستا رو، فکر کنم همه متدها رو، لیست که نه رشته ها رو نوشته که ما با اکثر از اینا کار کردیم و با بقیه‌شون هم داخل پروژه ها قرار آشنا بشیم. یعنی من میخوام متدهای رشته رو داخل پروژه هایی که قراره داخل همین چنل بزنم به شما درس بدم. یه سری تمرین هم اینجا قرار داده، میتونید تمرین ها رو انجام بدید و اینجا سوالی پرسیده و اینجا هم به صورت تستی جوابش رو میتونید به دست بیارید. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه و ما رو به دوستانت معرفی کن. اگر هم که سوالی داری داخل کامنت ها از من بپرس تا به اونها جواب بدم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.